سلام. فولاد مبارکه، ماجرایی که در چند هفته گذشته اول مثل توپ ترکید و کلی صدا کرد و بعد یک دفعه همه چی جمع شد و ماجرا رو خوابوندن. توی این برنامه میخوایم یه نگاهی به این قصه بندازیم. قضیه از اونجایی شروع شد که روز 25 مرداد توی مجلس رژیم گزارشی از فساد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان علنی شد. گزارش در اصل از چند وقت پیش آماده شده بود ولی تازه در این روز منتشرش کردند. گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد اصفهان که خیلی بحث راجبش داغ بود، یک فساد 92,000 میلیاردی رو هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارشش رو منتشر کرد. کشف 90 مورد تخلف از پولشویی تا رانت در فولاد مبارکه. توی این گزارش گفتن که این شرکت فولاد مبارکه یه سفره پت و پهنیه که همه دارن توی نظام ازش میخورن. یعنی از سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات گرفته تا امام جمعه و صدا و سیما همه یه سهمی از این شرکت میگرفتن. یعنی اون سرویسی که برخی احزاب سیاسی میدادن و سرویسی که میگرفتن. خود این یه درسیه در این مدل فسادها. یکیش کمک‌هایی که این شرکت‌ها در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، در قالب کار خیر، در قالب کمک به نهادهای فرهنگی و دینی و مذهبی انجام میدن. میخوان اسمشون رو بیارین؟ نتیجهش مشخص بشه. اسمش چی رو؟ همون افرادی که منتشر شده بودن تو پرونده و اینا. یه بخشی داره تو کمک‌های اجتماعی از نهادهای نظارتی استان مثل اداره اطلاعات استان، ائمه جمعه، پایگاه‌های بسیج، نمیدونم اینجور چیزا کمک خیر گرفتن. این به شکل نبوده که رشوه و اینها باشه ها. همه پولهایی که میدادن هم کمک خیر بوده دیگه. یعنی رشوه مشوه نبوده، همش خیر بوده. باورتون شه. فقط اینکه اداره اطلاعات استان و امام جمعه با این پولهای خیریه چیکار میخواستن بکنن معلوم نیست. ولی اگر فولاد مبارکه واقعا یک بنگاه خیریه بوده، پس چرا این خیرش به کارگرای خودش یا مدارس فرسوده یا به کشاورزای محروم شرق اصفهان نمیرسیده؟ ولی چون صدا سیما هم خودش توی لیست دریافتی به گیران بوده، اینجا توی این برنامه اسب بر مالکشیه، پس همش خیر بوده. علاوه بر صدا سیما، یک لیست بالا بلندی از رسانه‌های همه باندهای نظام هم توی لیست رشوه بگیران رسانه‌ای از فولاد مبارکه ثبت شده که نام‌های آشنایی مثل کیهان، فارس، تابناک و بقیه توش به چشم می‌خوره. چیزی که اما برای اهالی فضای مجازی خیلی جالب بود، رقم 417 میلیون تومان کمک خیر برای ریتوییت بود. یعنی تا قبلش ما میشنیدیم که یه چیزی به اسم سایبری فاکتوری هست. این کسانی که گفته میشد به درخواست هشتگ میزنن و بعد هشتگ ها رو فاکتور میکنن و پولشو میگیرن. حرفه اصلیشون هم پریدن به براندازان واقعی. حالا توی این گزارش معلوم شد که فقط فولاد مبارکه 417 میلیون تومان بودجه برای این کار در نظر گرفته که بعد هم این مدل توییت های سفارشی هم به وفور توسط کاربران منتشر شد که چطور چند تا سایبری فاکتوری همه با هم دارن برای فولاد مبارکه تبلیغ میکنن. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا از توی مجلس خودشون به پای خودشون شلیک کردن و این گزارش رو منتشر کردن؟ پاسخ اینه که در ابتدا قرار بوده که همه چیز رو بندازن گردن دولت قبلی. به هر حال متاسفانه فساد زیادی در این شرکت وجود داشته و اینکه به هر حال مقامات ارشد سیاسی دولت گذشته در این شرکت اعمال نفوذ کردند، چه برای جذب و به کارگیری و عقد قرارداد با افراد سیاسی و بازنشسته و از بستگان مقامات ارشد دولت گذشته، اینها چیز قابل کتمان نیست. یه استخدام، یه بکارگیری گسترده غیر مجاز از بازنشسته ها داشتن، نزدیک 200 نفر اونجا بکارگیری کردن و حالا یه سری اسامی که تحت عنوان مشاوره و اینها حقوق‌های نجومی گرفته بودن. یه حالا بیشتر دولت قبل باید پاسخگو باشه دقیقاً چه اتفاقی اونجا. اما سناریو سازان این ماجرا یادشون رفته بود که بازی اصلاح طلب اصولگرا بعد از قیام 96 دیگه جمع شد. بنابراین اینکه تو بیای بگی یه جای نظام ما فساد پیدا کردیم ولی فقط مال اون جناحه،
دیگه کسی ازت نمیخره. این دفعه هم همین شد. همین که در اومد که یه فساد 92,000 میلیارد تومانی یا 6 میلیارد دلاری تو این شرکت وجود داشته و با همه ارگان‌های امنیتی و غیر امنیتی نظام هم لینک داشته، فساد هم شد فساد حکومتی. چون فولاد مبارک هم که یک بقالی سر کوچه نیست که هیچکی ازش خبر نداشته باشه. یه مجموعه عریض و طویلیه که همه هم توی نظام یه دستی توش داشتن. شرکت مشخصا متعلق به کیست؟ ببینید شرکت فولاد مبارک عده‌ای میگن اینجا دولتی است، عده‌ای اینجا میگن خصوصیه، عده‌ای میگن خصولتیه و ما با یک مجموعه شتر مرغی طرفیم، نه فقط در فولاد مبارک بلکه بعضی از شرکت‌های مشابه هم هستن که وقتی قرار ملزم به قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی بشن، اینها ادعاشونه که ما خصوصی هستیم. وقتی قرار ملزم به رعایت قوانین بخش خصوصی میشن، اینها ادعای دولتی بودن میکنن و خلاصه نون رو به نرخ روز میخورن. یکی دیگه از دلایل حکومتی بودن این شرکت که خیلی هم مورد توجه قرار گرفت این بود که مدیر عامل این شرکت هم یه تیپ ولایت مدار بود و کشته مرده سلیمانی جنایتکار. بازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم. این در حالیه که خامنه‌ای قبلا ادعا می‌کرد که فساد توی نظام هم اگر باشه ولی سیستماتیک نیست، یا به قول خودش فساد سیستمی نیست. اینی که شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کنه که همه جا رو فساد گرفته، فساد سیستمی، بعضیا تعبیرات فرنگی هم بکار، فساد سیستمی. نه آقا، فساد اون کسی که فساد رو سیستمی میبینه در مغز خودش فساد هست. اولا که این خامنه خودش شاخص فساد سیستمیه، چون 60% از شریان‌های اقتصادی این مملکت رو به خودش وابسته کرده و بدون هیچ نظارتی با سرمایه‌های مردم هر غلطی خواست میکنه. پول میده به حزب الشیطان، بشار، حوثی‌ها. دوما در مورد همین فولاد مبارکه آخه ما با یک رقم اختلاس نزدیک به 6 میلیارد دلار طرفیم که همه نهادهای امنیتی و غیر امنیتی نظام ازش خوردن. این اگر فساد سیستمی نیست پس چیست؟ فولاد مبارکی اصفهان سنگ آهن مفت داره، گاز و برق مفت، حالا میگم این بسیار بسیار ارزان در اختیار داره، کارگر تقریبا رایگان داره، سالی 250 میلیون متر مکعب تقریبا 200 تا 250 میلیون متر مکعب آب استفاده میکنه در اون کویری که قطره قطره آبش اهمیت داره. اصلا جای این صنعت اولا در اونجا نیست، باید بره کنار دریا. حالا این مدت در کویر برپا شده و سرتاسر رانته و اصلا با رانت بستیم. توی فروشش هم دوباره میایم فساد رو سیستماتیک تعریف میکنیم. خلاصه این ماجرا بازتاب‌های وسیعی داشت و خیلی از مردم حتی در قالب قطعات طنز بهش واکنش نشون دادند. بی‌حجابی در نظام جمهوری اسلامی جرم مشهود است. اگر بی‌حجابی جرم مشهوده اصلا که دام اختلاس چیه؟ اختلاس جرم نیه؟ اکی باید وای اختلاس کری رو برخورد کنه. اختلاس هم جرم. حتی بسیجی ها و خیلی از خودی هاشون هم سر این قضیه مسئله دار شدند. مشغول کردن به یه دونه فساد 3000 میلیارد تومانی محمود رضا خاوری، بعد یهو میبینیم 30 تا خاوری از دل صنایع فولاد اصفهان فقط میزنه. آقایان نماینده مجلس اصفهان، آقای نقدلی که اما از سرت در آوردی، بنده الان منتظرم سر فساد 92000 میلیارد تومانی صنایع فولاد اما از سرت در بیارن. گزارش اومده حجم بالایی از این اختلاس و ارتشاء سهم رسانه ها بوده. مدیر روابط عمومی صنایع فولاد که پوله های هنگفتی هم گرفته تو روز روشن میگفته آقا صنایع فولاد آببر نیستن. یه عمری مردم رو در شدیدترین تحریم ها نگه داشتیم به خاطر 8 میلیارد دلار پولی که در کره جنوبی بلوکه شده. بعد میبینیم بیخ گوش ما
نزدیک 3-4 میلیارد دلار پولشویی صورت میگیرد. بعد از این واکنش ها که دیدن دیگه قضیه خیلی بد شد و فساد سیستمی کل حکومت پتش افتاده روی آب، دنده عقب گرفتن و رفتن تا جایی که اصلا ماجرای فولاد مبارکه رو شیطنت تبلیغاتی اعلام کردن. نگاه کن، سازمان حسابرسی که خودش زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی گفته جفسازی درباره فساد در فولاد مبارکه شیطنت تبلیغاتی علیه نظام است. اگر اینطوری باشه پس معلومه که اوضاع نظام خیلی خرابه که دیگه مجلس مورد نظر ولایت هم شیطنت میکنه. الان کار به جایی رسیده که مسئولیت این شیطنت یا همین گزارش تحقیقی رو دیگه هیچ کس توی نظام نمیپذیره. حتی همون نماینده‌های مجلس هم گفتن که این گزارش اصلا برای انتشار عمومی نبوده، باید بره بررسی بشه، اصلاح بشه، به قوه قضاییه ارسال بشه تا بعد. حالا این در حالیه که قوه قضاییه هم گفته اصلا گزارشی به قوه قضاییه نرسیده. به این ترتیب همون رئیسی که روز اول دستور قاطع داده بود که با متخلفان فساد گسترده در فولاد مبارکه باید برخورد بشه و از کار برکنار بشن، چند روز بعد سر و ته کرد و در جلسه سران سه قوه گفت که کسی دیگه درباره فولاد مبارکه چیزی نگه. به این ترتیب اصل ماجرا که فساد فولاد مبارکه و همه نهادهای مختلف نظام بود به کنار رفته و الان فقط تنها نگرانی نظام این شده که این گزارش چطور به رسانه ها رسیده و دنبال اولین نشر دهنده اون میگردن. از اونجایی که رئیسی در 1 سال روی کار اومدنش هیچ دستاوردی برای نظام نداشته، میخواستن مثلا با رو کردن این گزارش توجهات رو متوجه فساد در دولت قبلی بکنن. ولی خبر نداشتن که اینطوری پای فساد خودشون هم گیر میفته و کل نظام به فنا میره، چون فساد سیستماتیک تو دی ان ای این نظامه. وقت بخیر.